بازدید از منطقه‌های آفت‌زده جماعت دیوتیوری قریب همه‌روزه از جانب گروه کاری استادی حالت‌های فوق‌العاده نزد مقامات اجرایی حکومت دولت شهر تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خلیق‌زاده به عمل می‌آید. گروه ایجادی تلویزیون سیما در همکاری با گروه کاری استادی حالت‌های فوق‌العاده نخست در نزد پل دیو رکناباد کارمندان مسئول دولتی نگهداری راهی رقم 26 را هنگام تازه کردن جویبار دیدیم. رئیس شهر عبدالخالق خلیق‌زاده هنگام صحبت برای فعالیت شایسته اظهار سپاس نموده در یک وقت گفت که هر لحظه برطرف نمودن عاقبت‌های سیل غنیمت است، زیرا مردم از مسئولان به کمک آمده امیدهای کلان دارند. سفرمان را سوی دیه کشتیدگی بالا ادامه میدیم. دورتر اینجا کارمندان اداره شبکه برق با پیوست نمودن خطهای برق مشغول بودند و جا جا نقش دهشتناک سیل آمده را احساس می‌نماییم. باعث خوشنودی بود که تکنیکا در همون مورد مشکل کشای حشرچیان بود و در این بابت گروه کارمندان با رهبری دیرکتور اداره بهداشت زمین و آبیاری قربانقل عثمانوف سهم می‌گرفتند. با کار تکنیک نگریسته پای بردن دشوار نبود که آن را متخصص ورزیده اداره می‌نماید. چند لحظه می‌گذرد و مجرای جویبار گشاده و آب و حیات بخش جاری می‌گردد. رئیس شهر عبدالخالق خلیق‌زاده هنگام صحبت با قربانقل عثمانوف بار دیگر نقش تکنیک را در برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی تاکید می‌سازد. بعدا رئیس شهر عبدالخالق خلیق‌زاده و هیئت همراهانش راه پیش می‌گیرند سوی دیه کشتیدک، دیهی که اصیل بیشتر ضرر و تلفات جانی دیده است. بازدید از خانه سلامتی دیه، مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 38 چند خانه‌های ضرر دیده و صحبت با مردم برای شهر امکان بیشتر میدن که حجم خسارات رسیده و روحیه ساکنان را خوبتر معین سازد. در ملاقات مردم از رئیس شهر خواهش می‌نمایند که اگر امکان باشد قسم اهالی به جای نسبتاً بی‌خوف کوچانده شوند. عبدالخالق خلیق‌زاده به هر یک سوال مردم با دلیل پاسخ گفته بار دیگر تاکید ساخت که امروز مسئله هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی در مرکز توجه پرزیدنت مملکت محترم امان الرحمن رئیس ولایت سوخ رجب احمدزاده و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر قرار دارند. رهبریت ولایت رو گزارش دادیم، پیشوای معظم ملت رو گزارش دادیم. هم خیلی مسئله هم از خوجند روان کردن معاون اول رئیس ولایت سوخ هم از عینی روان کردن. یک گروه دیگه ماشین که اومدن 6 نفر 10 نفر از شعبه کار داخل همراه کردیم، 16 نفر شدن، 4 نفر جوانای دیگه 20 نفر ساعت 12 شب خانه به خانه نان گرفتن، نان جمع کرد همینا با داده گوشنا نمونتون را بندازین تلفن گرفته داده همشون روان فرمان لباس سر و تن کرد روان کردیم که روین همه اول خبر گیریم. مردم از صحبت با رئیس شهر تدبیرهای اندیشیده و بیندد راه اندازی می‌شده نبض خوبی کارهای برقرارسازی عاقبت‌های آفت طبیعی اظهار سپاس نموده دست به دعا برداشتند تا که نبض معتدل زندگی در این منطقه آفت‌زده هر چیز زودتر برقرار کرده شود. یزداقل بانوف 600 سالیف از جماعت دیوتیوری.